سال می شود که شما حجاب میپوشین؟ قریب 4 سال می شود حجاب میپوشم. شما میدونید که می حجاب چه حکمت دارد؟ میدونم ها برای باید که هر یک دختر تاجیک زنای تاجیک باید حجاب پوشن. خب شما فکر نمیکنین که وقتی که می حجاب میپوشین با در کوچه برومده میستین مثلا تن فروشی میکنین بعد با عزت نفس زنهای حجاب پوش میرسین؟ آخه همینجا یک گپ که دخترکایی که حجاب میپوشن هیچ کس کاردار نمیشود. آزیر در قدیره اگر با من یوفت بینم مردکایی که بسیار خیلی بد دارن خیلی بزرگ دارن ماشیناشون هم میکنن هر خیل گپا قبیح میزنن هر خیل دشمال میتونن برای همه قدر ما حجاب میپوشیم که ما در یگان کس یگان گپی قبیح نزنن. ما در نیم شبی حجاب میپوشیم که ما در نیم شبی میبرویم یگان کس نسبت ما یگان فکری بزرگ نکنن یا که یگان همسایه را میبینیم اگر ما من یوفت داشته باشیم ما را میفهمن که ما بر تنفروشی سر خوردیم برای همه قدر حجاب میپوشیم. خوب پیشتر همی ریدهای مخصوصی بود که فقط مثلا فوشه های حجاب پوشه دستگیر کنن؟ نه بود پیش وقتی را با سر میکردم فرق نداشت اگر در قدش میرفت حجاب پوشی مینی یوفت داری میگرفتم میبودن بسیاریش شناساشون را زنگ میزدن میامدن آزار میکردن خیلی اشتراف میستویدن خیلی دیگه پدر مادرشون را خیرات میکردن میفتن دختراتون را بگیریم